در مملکت ما بهر تامین استواری قانون، تامین اجرای حجت‌های قانونگذاری و در عمل افاده کردن برابر حقوق هر یک شخص نزد قانون، اصلاحات‌های وسیع مقیاس عملی می‌گردند. واقعاً در دولت حقوق بنیاد تامین استواری قانون وظیفه اولین درجه به حساب می‌رود. در این سمت می‌توان فعالیت بیروی اجرای مجبوری را همچون نمونه با مثال‌های حقانی بیان نمود. در تامین اجرای قانون و واردات مبلغ به بودجه دولتی، این ساختار و کارمندان آن کارهای به چشم نمایان را به اجرا می‌رسانند. بنا به معلومات متصدیان بیروی اجرای مجبوری ناحیه سوخت، در دوام 9 ماه سپری گشته سال جاری از جانب این اداره 2527 عدد حجت اجرا بررسی گردیده، به این واسطه به بودجه دولت وارد شدن 9 میلیارد و 324 میلیون سوم مبلغ تامین شده است. تا به امروز باشد جمع حجت‌های اجرای وارد گردیده 3158 عدد بوده، جمع عمومی مبلغ‌های از خود شونده 51 میلیارد و 614 میلیون سوم را تشکیل می‌کند. فعالیت مجبوری اجرای بیورو یعنی از 2017 هم سال سر شده بود با فرمان پرزیدنتمان. یعنی اساساً وظیفه مجبوری اجرا یعنی حجت‌های سود، قرارهای سود، بویروق‌های سود و با حجت‌های دیگر ارگان‌ها کار می‌برم. اساساً در دوام 9 ماه گذشته اساساً انچه کارها شده گذشت. حالت 1 اکتبر 2023 سال با در بولم مانده یعنی 572 الیمنت هست. همون 572 الیمنت یعنی ما حرکت میکنیم برای نابالغان، یعنی برای احتیاج نابالغان، یعنی الیمنتشون در وقتش رویان نمیتیم. یعنی از همون الیمنت سپردن سرکشی کردگی پدران یعنی باباها چاره دیده میشن. تا همه روزه در دوام 9 ماهنده با 18 نفر یعنی فقرا قرضدارا با جوابگری جنایی کشته شد. الیمنت در وقتش رویانه داده ایستاده است. در آینده حجت های سود میبیاد. همون حجت های سود مدتشنده یعنی اجراش تامین کردن، یکم اجراش مدت تامین کردن. دیگه اساسی مونده الیمنت یعنی ارزش شکایت ها، مراجعت ها بسیارگی از الیمنت میبیاد. همون الیمنت وقتشنده رویاندن یعنی احتیاجی همون فرزندشان نابالغه حرکت میکنن وقتشنده رویان تامین کردن با. اکنون یک دو سخن آینده فعالیت کارمندان این ساختار. متصدیان ساختار مذکور در همکاری با تشکیلات‌های تامین حقوق در محله‌ها کارهای پروفیلاکتیکی می‌برند و اجرای قانون را در عمل نیز تامین می‌سازند. در حدود سکتور اول که ما از جریان فعالیت کارمندان ساختار نواربرداری کردیم، حجت سود شهروندی ناحیه که بر فایده دعواگر قبول کرده شده است، در اساس دخالت کارمندان بیروی اجرای مجبوری حل کرده شده، مراجعت شخص دعواگر مثبی حل گردید و از شخص جوابگر به حساب 1,650,000 سوم مبلغ همچون بدل اجرا رسانیده شد. در نتیجه 2 نفر فرزند نابالغ این شهروندان نیز به نظارت دائمی گرفته شد. همچنین برای اجرای حجت سود ناحیه که دایر به گرفتن فرزندان به تربیت دائمی قبول کرده شده است، در اساس همکاری کارمندان بیورو بررسی گردید. در نتیجه به شهروند دعواگر 3 نفر فرزند نابالغ او از شخص جوابگر به طور مجبوری گرفته داده شد و با این اجرای حجت سود تامین گردید. باید گفت که در اساس کاربری و همکاری این ساختار مذکور پیش از همه تامین اجرای قانون در جمعیت عملی می‌گردد. علاوه بر این در اساس کاربری کارمندان ساحه حمایت و حفظ فرزندان نابالغ نیز تامین می‌گردد.